به این ور وصله. این دوتا با یه دونه میله‌ای که اینجوری میپیچن به هم دیگه اتصال پیدا کردن. پس یه جایی رو یا با هم اینجوری میچرخن یا یه جایی رو نسبت به هم دیگه اینجوری چی میشن؟ اینجوری به هم دیگه میتابن. یا با هم میچرخن یا به هم میتابن. اگه به هم دیگه بتابن یعنی سطح زمین اصطکاک زیاد داشته، این میله پیچیده و در نتیجه موتور فرمانبرقی باید زیاد کار کنه. خب اگر تو سرعت حرکت بکنی اصطکاک زیادی یا کمه؟ لاستیک با زمین کمه. پس فرمانی که میچرخونی اینجوری با هم دیگه میچرخن، جابجا میشن. پس در نتیجه میله تحت پیچش قرار نمیگیره. پس گشتاور کمتری بهش وارد میشه. خب این که چطور اون موتور برقی میفهمه که فرمون چقدر باید صفر چقدر باید شل بشه، از روی این دوتا پره ها در واقع میفهمه. اطلاعاتشو میده به کجا؟ به یونیت میده. یونیت چی کار میکنه؟ موتور رو راه میندازه که بتونه در واقع این چی بهش میگن؟ این چرخدنده رو، این چرخدنده ای که اینجوری داره میچرخه، این از بالا نشسته، پس این اطلاعات زاویه در واقع چون این پره ها نسبت به هم دیگه میچرخن، اینجوری کنار هم میان با اون میله پیچشی توش میاد، میفهمه که اصطکاک در واقع زیاده. مثل زمانی که میخوایم ما پارک به انجام بدیم. اطلاعات رو میده به یونیتی که اینجا هستش اطلاعات رو میده به موتور گشتاور بالایی رو وارد میکنه به این محور اینجا. حالا محور این ورش رو نگاه کنید. خب اینجا محورش نگاه کنید. این چرخدنده تفلونی با این چرخدنده حلزونی به این اصطلاحاً میگن ورمگیر بهش میگن. ورمگیر یعنی اینکه عمود به چرخدنده، کرامویل پنیون نیست، پنیون رک نیست. خب این چرخدنده عمود به این محوره. مزیتش چیه؟ مزیتش اینه که در شرایطی که با ماشین داره میره توی سرعت بالا هست، اگر فرمون برقی یه موقع قفل بکنه، یه موقع مثلا برقش قطع بشه، فرمون در همون شرایط میتونه بمونه، صفر بمونه. فرمون یهو آزاد نمیکنه به چپ و راست. خب برای همینه که تو فرمون برقی ها وقتی فرمون مدار برقش قطع میشه بیش از اندازه سفته، چون شما چرخدنده هاشون عمود به همن. خب توی آی 10 آی 20 اون چیزی که باعث صدای فرمون میشه خلاصی بین این دوتاست. اون صدای وزوزی که میشنوید خلاصی بین این چرخدنده و این چرخدنده است که داره صدا میده. توی سانتافای قدیمی توی النترای امدی مشکل از کجاست؟ مشکل از این موتور قسمت جلوش یه لاستیک داره، اون لاستیک هرز میشه، اون لاستیک دفرمه میشه، یه لاستیک له شده.